هیچ وقت ما تا حالا انقدر به کاراکترهای نولان نزدیک نشده بودیم. انگار با یه فیلمسازی مواجهیم که سنش رفته بالاتر و دیگه به این نتیجه رسیده که آقا من دیگه جهان هستی رو نمیتونم راجبش حرف چندانی بزنم. وقتی اسم بمب اتمی داره میاد حتما با یک فیلم تماما ویژوال عجیب غریبی روبرو باشم. اون یه ذره نسبت بهش گارد داشتم ولی کامل غافلگیر شدم. اوپنهایمر از جنبه‌ای یه جور ادامه دانکرک میده، ادامه مسیری که تو دانکرک شروع شده بود. آیا این آدم واقعا پرومته آمریکایی بود؟ یه مودی ایجاد کرده تو فیلم، هرچند جلو میریم بیشتر میشه. نولان پرداخت زیادی روی شخصیت‌های زن نداره و نمیدونم چرا این اتفاق میفته. این میزان تأکید روی نفس زدنه نمیتونه اون چیزی باشه که ما تو سینما به عنوان رئالیسم مثلا به یاد میاریم. اون جلوه های بصری ویژوال خیلی عجیب و غریب کامپیوتری رو ول کرده و به تو میگه آقا خبر اصلی اون چیزی که در درون این آدم داره میگذره. یکی از بهترین انتخاب هایی که نولان برای روایت داشت همین بود که بیاد از دو تا زاویه نگاه کنه و هم جامعه اطرافش و اینکه اونا چی در موردش فکر میکنن و اینکه خودش چی فکر میکنه. دیگه من برام بس نشون دادن نمیدونم وصل کردن اون فضاپیمای اینترستلار به اون سفینه با اون صدای مهیب موسیقی هانس زیمر و اینها. شاید خیلی براش مهم بود که فیلمی بسازه که همه رو بتونه داشته باشه، هم منتقدا رو جذب کنه و هم یک فروش خیلی خوب داشته باشه که این اتفاق افتاد. همه منتظر بودیم که آقا یه انفجار خیلی عجیب و غریبی مثلا یه فیلی هوا بشه و تصویر عجیب و غریب، سر و صدای خیلی عجیب و غریب، و ما این بار با فیلمساز بلاکباستر ساز هالیوودی مواجهیم که اوج تنش رو میبره به درون ذهن شخصیت.